دوستان بزرگوار، درود بر شما و روز و روزگار بر شما خوش. وزیر امنیت و دادگستری هلند از حزب FVD که در حال حاضر مسئولیت وزارتخانه مهاجرت و پناهندگی رو نیز بر عهده داره، امروز سیاست‌های جدید دولت هلند در مورد پناهجویان سوریه‌ای رو اعلام کرد. بر اساس این سیاست تازه که به طور رسمی به پارلمان هلند ارائه شد، بررسی درخواست‌های پناهندگی جدید و قدیمی پناهجویان سوری از سر خواهد گرفته شد. حدود 6 ماه پیش دولت هلند اعلام کرد که به دلیل تغییر شرایط در سوریه هیچ درخواست جدیدی از پناهجویان سوری رو بررسی نمی‌کنه و این ددلاین، این در واقع امروز به سر آمد و به این ترتیب دولت هلند اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی رو بررسی خواهد کرد، اما مانند افرادی پناهجویانی از کشورهای دیگه تنها درخواست‌هایی پذیرفته میشه که در آن به روشنی اثبات بشه که جان متقاضی به طور مستقیم در خطر بوده. وزیر امنیت هلند گفته که با در نظر گرفتن وضعیت کنونی سوریه و کاهش درگیری‌ها دیگر نمیتوان گفت که بازگشت همه سوریه‌ای‌ها به کشورشان با خطر جدی همراه است. بر اساس گزارش‌ها حدود 17,000 پرونده پناهندگی که قبلا به دلیل وضعیت کلی سوریه به حال تعلیق در آمده بودند، حالا دوباره مورد بررسی قرار خواهند گرفت. انتظار میره که بخش بسیار بزرگی از این درخواست‌ها رد بشه و احتمالاً تنها پرونده‌های مربوط به افرادی از گروه‌های خاص مثل اقلیت‌های قومی مسیحی و علوی و دروزی و همچنین اعضای جامعه LGBT شانسی برای پذیرش درخواست پناهندگی داشته باشند. وزیر موقت امور پناهندگی و مهاجرت هلند همچنین گفته که این تصمیم بر پایه گزارش اخیر وزارت امور خارجه اتخاذ شده، گزارشی که در آن تغییر شرایط کلی سوریه گزارش شده. همچنین در گزارش‌های خبری که امروز منتشر شد اومده که شرایط برای کسانی که در حال حاضر اقامت موقت دارن، یعنی پاسخ مثبت دریافت پناهندگی دارن، سخت‌تر خواهد شد. این افراد باید بتونن ثابت بکنن که بازگشتشون به سوریه با خطر جدی همراهه. با این حال دولت هلند اعلام کرده که فعلا برنامه‌ای برای بازگرداندن اجباری این گروه نداره. بسیاری از این افراد الان در هلند مشغول به کار هستند یا خونه‌ای در یک از شهرداری‌ها دریافت کردن یا در کمپ‌های پناهندگی در حال انتظار برای دریافت خونه هستند که در گزارش‌های رسمی تاکید شده که هیچ برنامه خاصی برای بازگرداندن اجباری آنها در دستور کار نیست. به هر حال همچین برنامه‌ای هم اگر وجود داشته باشه بسیار هزینه بر هست و از لحاظ زمانی و قانونی و حقوقی باید بسیار مورد در واقع بررسی‌های بیشتری قرار بگیره و هزینه‌های اون هم شاید برای دولت مقرون به صرفه نباشه. دولت یه بسته کمکی در حال حاضر در نظر گرفته برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان سوری که شامل 800 یورو وجه نقد و 2000 یورو کمک‌های غیر نقدی مثل کمک به آموزش و یا حمایت برای کسب و کار و راه اندازی کسب و کار. میزان کمک قبلی برای سوریه‌ای‌ها فقط کمک نقدی 900 یورویی بود. این اقدامات نشان میده که هرچند حزب افراطی راستگرا و ضد پناهندگی خرت ویلدرز از دولت خارج شده، احزابی که هنوز در دولت حضور دارن سعی میکنن با تدوین سیاستگذاری جدید، مخصوصا سیاست‌های سختگیرانه‌تر در حوزه پناهندگی و مهاجرت، به مردم نشان بدن که در واقع بدون حزب خرت ویلدرز هم میتونن سیاست‌های محدود کننده تری رو در مورد پناهندگی اجرا بکنن. انتخابات بعدی هلند روز 29 اکتبر برگزار میشه و به نظر میرسه که احزاب با این برنامه‌ها از همکنون برنامه‌های انتخاباتی خودشون رو آغاز کردن. از اینکه پادکست ما رو دنبال کردید ازتون تشکر میکنیم. مطمئناً لایک، کامنت و هر گونه حمایت شما باعث دلگرمی ما برای تولید محتوای بیشتر خواهد بود. روز و روزگار بر شما خوش باد.